سوال اول: اگر از وقت بیسیکت یا معاینه موترتان گذشته باشد آیا می توانید با آن رانندگی کنید؟ آ. نه خیر، چون رانندگی در این صورت ممنوع می باشد. ب. تا زمانی که از طرف پلیس اخطار دریافت نکردم می توانم رانندگی کنم. س. تا زمانی که کدام نامه دریافت نکردم می توانم رانندگی کنم. د. موترم را باید بوکسل کنم. جواب درست آ. نه خیر، چون رانندگی در این صورت ممنوع می باشد. سوال دوم: در کدام ماه‌ها مجاز به استفاده از تایرهای زمستانی یا تایرهای یخشکن هستید؟ آ. از اول دسامبر تا 31 مارچ. ب. از اول اکتبر تا 15 اپریل. از اول اکتبر تا 30 اپریل. و د. از اول نوامبر تا 31 مارچ. جواب درست ب. از 1 اکتبر تا 15 اپریل. در اینجا دوستای عزیز یادتان باشه که سوال چه قسم مطرح شده؟ سوال قسم مطرح شده که شما در کدام ماه‌ها مجاز به استفاده از تایرهای زمستانی یا تایرهای میخدار هستید. اگر میگفت شما مجبور به داشتن تایرهای زمستانی یا تایرهای میخدار می بودید، گزینه اول درست بود. یعنی شما از اول دسامبر تا 31 مارچ مجبور هستین که تایرهای میخدار یا تایرهای زمستانی داشته باشید. ولی از اول اکتبر هم مجاز هستین که تایرهای زمستانی یا تایرهای میخدار در موترتان نصب کنین. در ماه فبروری قرار دارید و وضعیت جاده مانند عکس است. رخهای تایر موترتان چند میلی باید باشند؟ آ. 1.6 میلیمتر. ب. 1 میلیمتر. س. 3 میلیمتر. د. 5 میلیمتر. جواب درست 3 میلیمتر. توجه داشته باشند که وضعیت جاده نشان میده که زمستان است، یعنی یخبندان است و ما باید تایرهای زمستانی داشته باشیم و تایرهای زمستانی حداقل رخی که میتونه داشته باشند 3 میلیمتر می باشد. سوال چهارم: کدام یک از گزینه‌های زیر نشان دهنده رانندگی مناسب برای محیط زیست است؟ آ. این که زیاد آهسته رانندگی کنم. ب. این که زیاد گاز یا اکسلراتور بدهم. س. این که با پایین ترین دنده یا گیر رانندگی کنم. د. این که دنده یا گیر را دوتا بالا ببرم. جواب درست د. این که دنده یا گیر را دوتا بالا ببرم. به این مفهوم که شما زمانی که رانندگی میکنین ابتدا از دنده اول میان به دنده دو، از دو میتونین که به دنده 4 برین، مستقیم به 4 برین و زمانی که خواستین از 4 بالاتر برین، اگر شاهراه باشه میتونین از 4 مستقیم به 6 برین. این به خاطر محیط زیست خیلی خوب میباشه. سوال پنجم: آیا اجازه دارم که با موترم داخل این کوچه شوم؟ آ. نه خیر، اجازه ندارم. ب. بله، اما فقط برای وسایط دو تایره. س. بله، اما فقط برای کسانی که در این کوچه زندگی میکنند. د. بله، من همیشه اجازه دارم. جواب درست د. بله، من همیشه اجازه دارم. دوستای عزیز توجه کنید که این تابلو نشان میده که آخری کوچه بسته است، یعنی کوچه بنبست است، ولی شما همیشه اجازه دارین که داخل این کوچه شوین. صرف نظر از این که شما بایسکل داشته باشین، موتورسیکل داشته باشین یا موتر داشته باشین هیچ فرق نمیکنه، اجازه دارین همیشه داخل کوچه شوین. تشکر دوستای عزیز.